دیگه خدمت خفنای چنلم برابچه. حالا روزالی میاد کپی رایت میگه خفنه مال من بود. نه مال من بود ولی دادم به روزالی. به برابچه چنلم خیلی دوستتون دارم. آقا اومدیم با برال استارز، من ویدیو دیگه گرفته بودم گن خورد توش، یعنی می‌خواستم استارت کارو با شما بیام، بعد فوتبال بازی کردیم، گزارش کردیم، کلی گل زدیم، خیلی خفن شد. ولی چون من یه نوب سگم تنظیماتم اشتباه بود و صدام ضبط نشده بود خوب، صدای بازی غالب بود. به خاطر همین همچنان که فوتبال نیو ایونت پابرجاست مثل دماونده، ما هم میریم توشون با داور بازیمون هماهنگه. آره آجی. خب بدون تلف کردن وقت، گلر سال همین تو بازیه، همین یونیک اسمش، توش بازی وجود نداره. در میانه میدان همین سیکیوز پارا پیفا پدر سگ نزن منو، این بازی فشار داره، این بازی با پیفا فش اومد. شانس آوردی ریسپانه، ببین ریسپان نبود ریسمان تو به هم میریختم. سیسته بوده گمشو پدر سگ، گمشو پدر سگ حرام لغم. پیفا چی پیفا میزنم که من مگسم میافتم انقدر زود. ببین قلاب سنگداران عرب اومدن، گل زدیم. از چی؟ من خودم اینجا فدای گل میکنم، گلرمون بره گل بزن. زارت خودم مردم. گل میزنن منو. من دارم میام با یه دست خر میکشمتون، این نیست دست من. شاخ نشی واسه من نسل 5. مردم شدم اون خسته تر. دوستان میتونید اسامی فک و فامیل، شوهر خاله و کسایی که بعدتون میاد ازش، شوهر عمه‌های بیمزه خودتون رو کامنت کنید تا من دیسشون کنم تو بازی. میتونیم بدیم. برو تو پدرسک. گل زدم، گل فکر کنیم گل. چرا فوتبال دارم باز؟ نه برال استارز. آره الان همه چی میزنم، ببین همه چی. نه دیگه حالا هر چی رو نمیزنم، بعضی چیزا هم نه. ببین نشسته اونجا از آب گلالود ماهی بگیره سری بیاد بکنه سیستم ما. سید نداریم ما. چرا به هم میگید سید؟ ما هیچ کدوم تبایی نیستیم آقا. مستر اینجا وای میستیم. تو چی میگی اینجا قایم شدی؟ چی میگی اینجا؟ آها چجوری نمیتونم که. آقا ولف اونجا در آورده، ببین انداخته رو میز، اصلا یه وضع. آره دیگه بگو کنتور که نمیندازه دستش. والا مال منم انقدر باشه بهش میگم دستمو چیز کردم، بیشتر بهش میخوره دست 2-3 نفر رو چیز کرده باشید. گلو دیدید زدم و پدر سگ ویدیو چک میگیره. آقا معلوم آفساید نیستین. هم بازی ها چی، استقلال بازی ها چیه در میارید یا پرسپولیس؟ من کلا طرفدار هیچ کدوم نیستم. در میاری تو کامنت ها بگید کدوم تیم این حرکت رو میزنه، یه ایراد بگیره یا آفساید بود فلان. پرسپولیسیا لایک بذارن، قلب قرمز بذارن، استقلالیا قلب آبی. ببینیم چه خبره. به قرآن که اگه برام مهم باشه ولی بذارید. اصلا فوتبال خوشم نمیاد مگه اینکه اینجوری باشه دستشون تفنگ بدن هم دیگه رو جر بدن. بودو پیفا ببین یه جور با پیفاف میزنه. امین قمی لاشخور توپ با برداشتم و دویدم. چه میکنه این بازیکن؟ زارت آها بابا لات نشی من بدس شهریارم، شهریار و شاخلاره.
گل بعدی. ببین تیمی که من توش باشم امکان نداره ببازه. اعتماد به نفسی که من دارم پلنگتون داشت بزرگترین موجود روی زمین میشد قبل نهنگ. صدایی بالا میکنه چه خبره دوستان؟ 5 دقیقه است در خدمت شما. اصیلی 2 دستیگه میزنم و حوصلتون رو سر نمیبرم. بریم ببینیم چه خبره. ولف کبیر نشسته اونجا داره اشوه میاد برای من، اینجوری میکنه. بابا به خدا من چیز نیستم، این کاره نیستم. ولف بکش بیرون. درسته من پول لازمم ولی نه تا این حد. اوه با پیفاف من پدر سگ پیفاف میزن آدم میمیره. یعنی چی؟ من تفنگ دارم شاتگان دستم، تو نمیافتی با پیفاف منو میکشی؟ سگ تو رو پدرت بره بی همه چیز. حروم لغمه بی خانواده ترازمز بفرستی. چه گلی زد داویدو. چه گلی با توپ و برداشت در میاره رفت. بابا دست خوش. این بازی رو من بیشتر دوست دارم از اسکواد باسترز و به نظرم چیز خفن‌تری. حالا نه فقط ایونت فوتبالش، کلا چون ایم میکنی و این چیزا یه خورده منطقی تر و یه کاراکتر داری، شونپختا بر نمیداری، لشکر دعوا اینجوری خوشم نمیاد. دعوا میگیرن به قول ولف، لشکری کشوری فیلان. اینجا چیکار میکنی؟ زدم پارم کرد. تو اینجا چیکار میکنی؟ تو احمق اونجا چیکار میکنی؟ رفتی کشتی خودتو. گلو زدم بچه. ببین مرگ من خیلی مهم بود. من اون کسی بودم که خودم را قربانی نموده تا دوستان هم گل بزنن. گل بعدی رم زدیم و ویکتوری. سیک شدی تیم مقابل، خیت شدی. بله ما همش میبریم. داشت نوکرم زبون باز باشه. ببین زبونو ببین. نگم برات. من دنبل میزدم تا یه سنی با زبونم. زبونو تا قوی کنی واسه؟ آره واسه زبون بازی. داشت همین زبون باز باشه. خب میریم تو بازی. حالا این شلی و این مدیک فاکینگ شیت. چی میگی تو پدر سگه؟ من چرا مردم؟ بی خانواده تیرت دفاع نکردی از من. یار نداریم که خار داریم به پامون، خار داریم، مار داریم تو آستینمون. سگ تو رو پدرت با این بچه. برو گلو بزن با این بچه تربیت کردنت پدر سگ. من خودم جر بدم تو بری گل بزنی کچل. سرباز توپدار عرب. جر زارت. برو گل بزن. میخوام بری گل بزنی. گل باریکلا. تا حالا انقدر برای فوتبال هیجان زده نشده بودم. من اون کسی بودم که وقتی تو کوچه بچه‌ها فوتبال بازی میکردن خودم رو ان میکردم و بازی نمیکردم، ولی اینجا دارم از این بازی لذت میبرم. من فقط با پی سی گیم میزدم از زمانهای بسیار دور، از ویندوز ام ای و 98 تا به امروز. داسم بازی نداشت، داشت تا این آتاریا بود وگرنه تو اونم میزدم. یا ابوالقاسم فردوسی ببین چی داد بهم. داشتم این از خوبای یوتیوب فارسی. نوکریم. خب به پایان آمد این دفتر. ببینم به پایان اومده. پدستک بزنینه بزنم. آره حکایت همچنان باقی. نمیخوام آقا انگوش نکن تو اون سوراخ. اینو بزن بیا سگ تو تا گور اسکواد بجوی.
نجویی ولف کبیر میاد بالا سرت. دانش یکی چند دانش بده. والا به قولا فقط یوتیوب بجویید پول بجویید پول. خب خیلی شاکرم، ممنون که تماشا کردید. به من تو کامنت ها بگید با کدوم بازی بیشتر حال میکنید، اسکواد باسترز، کلش رویال. حالا یه ویدیو رویالی هم میخوام براتون بذارم به صورت فوق العاده نوبوارانه، هیچی بلد نیستم، 2000 بارم دیدم بازی. و برال استارز رو دوست دارید، اسکواد باسترز رو دوست دارید یا چی؟ و اینکه نیت دارم هفته 1 یا 2 تا ویدیو گیم پی سی، حالا ترسناک یا هر چیزی که شما دلتون میخواد براتون آپلود کنم، کلا بزنیم تو گیم دیگه. اینکه مثلا یه کانتنت رو بذارم فقط اسکواد باسترز نه، حال نمیده، چون دوست دارم هر روز یه چیزی رو بازی کنم. شما هم اینجوری به نظرم بیشتر لذت میبرید. تو کامنت ها حتما بگید عمو چه غلطی بکنه. بداهه فیلان بیستار، نوکری هم لایک، کامنت، ساب، شیر فراموش نشه. جای تاندونی خانم روزالی رو خالی کنید. علی کیرل ولف عمو فراموش نشه. نوکریم.